سلام، فائقه هستم از گروه نیازمندی‌های منچستر. امروز اومدیم به استاکپورت کالج تا گزارشی برای شما تهیه بکنیم از مراحل قبل از اجرا و تا چند ساعت دیگه هم اجرای اصلی رو داریم. امیدوارم که همراه ما باشید و همه شما دوستان رو امروز ببینید. مریم ترسا سلام که اینه داشته باشم خانم پوپوسو خیلی عمالی. خب چند ساعت بیشتر تا اجرا نداریم. چه حس حال هوایی داریم؟ خیلی خوبه. من که خیلی فکر کنم خیلی خوبن اینطور که میگن 100% نه حتما همینطوره. منتظر یه اجرای خیلی خوب ازتون هستم. مرسی عزیزم. ما و همه کسایی که امروز میان. بله کارگردان خوبمون خانم جلالی. خوبی؟ مرسی خوبم، ولی دیگه داره میرسه به نقاط که اینطوری خستگی کم داریم غلبه میکنه. نه اینقدر همه عالیان، به لطف شما و زحماتتون همه بچه ها خوب. یه جای خیلی خوب خواهید داشت، شک بهش نکنید. من خیلی اطمینان دارم. پسرگلتون کجاست؟ اینجاست کار وسط می‌کنی؟ صحنه داره بازی میکنه. کارگردان خوبمون با پسر گلشون. براتون آرزوی موفقیت میکنم از طرف گروه نیازمندی‌های منچستر و امیدوارم که اجرای خیلی خوب داشته باشین. مرسی خیلی شده. چطوری مامان جان؟ مرسی متشکرم. آره سخت‌ترین کارمون لوکاس، برای اینکه آرمان فقط 20 سالشه و ما باید 70 سالش بکنیم. نقشش هم خیلی خوب در آورده. خدا رو شکر. آره خدا رو شکر. چیزی نگید. خیلی ممنون از شما که وقت میذارید گزارش میگید. از کسایی که فن پیج شما هستن هم خیلی تشکر میکنم. ما رو حمایت کردن، برای ادورتایزمون خیلی ما رو حمایت کردن. ممنون ازتون. امیدواریم که ببینیمشون امروز. من یا چی در پایی خانومه پوپو این چیزی دست من؟ شما چرا اونجا بایستادید؟ بهتون گفتم که برید. خدا حافظ مادام. برو نرو. ببین اینجا زود برمیگرد. اینجا زود برنگرد که بخوای سری وصلش کنی به دیوونه شدم نمیدونی چی دیالوگ چیه. آقا میدید داره کامل میره، به خاطر همین میگم اینجا هستم. نه سر این الان فکرتو نذار. سر این که من اون کجاست. اون دست منه. آره سر این که اسم کجاست اصلا الان نه انرژی بذار نه فکر بذار نه هیچی. فقط سر حس خودت الان انرژی بذار. خب نرو برو صبر کن نرو. خب حالا برو. نه اینو 3-4 بار تکرارش کن. خب همینطوری، یعنی تفاوت بذار. برو نرو. خب حالا برو. نه نرو دیگه. کجا داری میری؟ خب وای دیوونه شدم. یعنی در صورتی که تو 3-4 بار گفته باشی برو نرو صبر کن. خب حالا برو. نه صبر کن نرو. در این صورت وای دیوونه شدم در میاد. برو یه بار. خدمت شما سلام عرض میکنم، هم بیننده های شما هم خواننده هاتون. حتما مرسی. فکر میکنی داری با کی حرف میزنی؟ ها برم دهن تو. بودم این کار و اینکه بسیار گروه خوبی پیدا کردم، چون چرخیدم پیداش کردم. خیلی فعال بودن، خیلی دلسوز بودن. به من نگاه نکن. بعد از 6 ماه تمرین این کارم آماده شده که به اجرا بره. امیدوارم که مردم خوششون بیاد. حتما همینطوره. مرسی از زحمتتون. خواهش میکنم. همه این خونه پر از ارواح خبیثه و جن شدن. خودم یکیشون رو دیدم. همین روزاست که خودمونم تبدیل بشیم به ارواح خبیثه و جن.
بعد قرار شد که اینو میره بعد همه جا داره دیگه گفت اینو قشنگ باید Everybody, all together.